سلام بچه‌ها، به کانال یوتیوب ما خیلی خوش اومدین. اینجا من و همراه همسرم محمد و دنیل کوچولومون کلی ویدیو جدید میگیریم. ویدیو از زندگی با بچه. امروز اینجوریه که ما قراره بریم چند روز دیگه بریم ایران و اومدیم یه سری وسایل خریدیم برای دنیل که با خودمون ببریمش. حالا قبلا ما فقط وسایل برای خودمون می‌خریدیم، من و محمد می‌خریدیم، سریع جمع می‌کردیم ساک و اینا رو. تازه کلی هم طول می‌کشه، سریع هم که نه کلی طول می‌کشید تا چیز میزامون رو راست و ریست می‌کردیم و اینا که می‌رفتیم. ولی این سری یه کوچولویی بهمون اضافه شده که اونم خودش کلی وسایل داره، وسایلش هم خیلی زیاده، خودش هم الان پشت صحنه است. هلو دنیل، چطوری؟ مامان خیلی هم به دوربین علاقه داره. سلام. آره خلاصه بچه ما داریم میریم ایران. اگر نمیدونیم ما اتریش زندگی میکنیم و حدودا یه ساله که اینجاییم، یه سال بیشتر شد اینجاییم و الان دیگه دنیل هم اینجا به دنیا آمده. الانم که دارم این ویدیو رو میگیرم 6 ماهشه و تصمیم گرفتیم که با هم بریم ایران و مامان بزرگ بابا بزرگا نوه‌شون رو ببینن و کلی هم خب قبلش باید خرید میکردیم، کلی وسیله بخر و حالا خودمون یه سری وسایل خب همیشه داره ولی لباس و اینا، ولی برای دنیل باید خب چون سنش هم تغییر میکنه باید حتما براش لباس بخریم. حالا من دوست داشتم این لباسایی که خریدم بهتون نشون بدم و تو این مدتی که 6 ماه الان گذشته به چه نتیجه رسیدم که چه لباسایی بهتره بخرم، چه لباسایی خوب نیست اصلا بخرم و قراره به شما هم نشونش بدم. خب بچه‌ها این لباسایی که من خریدم از برند H&M بیشترشو خریدم. چندی سری قبل‌تر خریده بودم و ازش راضیم، خیلی خوب بود. یکی اونه، یکی هم برند نکسه که خریدم. اونو خیلی خیلی دوستش دارم، برند نکسو واقعا دو سری من الان ازش خرید میکنم. برند ارزونی نیست، نمیشه بگیم مثلا برند چیزیه، ولی یکم از H&M گرونتره ولی واقعا کیفیتش برای لباسای مهمونی و اینا خیلی خوبه. فکر کنم من دارم با اون حرف میزنم. آره خلاصه قرار اینا رو باهاتون باز کنم و الان که فصل تابستونه و هوا خیلی گرمه ایران، فکر کنم نزدیک 40 درجه اینطوری باید باشه. اینجا هوا به نسبت خیلی بهتره، ما مثلا 30 درجه نهایت هواست اینجا تو اتریش، ولی من سعی کردم که بیشتر لباسا رو تابستونی بخرم. خب از لباس از کجا شروع کنیم؟ از این لباس آستین کوتاه بزنیم شروع بکنم. یه اولین چیزی که براش خریدم یه ست آستین کوتاهه، بزنیم بهتون نشون بدم. این بچه از برند نکسه، همین که گفتم. این خیلی جنسش خوبه و از اینه که قشنگ بچه میچسبه. پایینش هم دکمه داره، بالاش هم که حواستون باشه که سرش اینطوری باشه که راحت بتونه سرش بره تو. این طرحش یه طرح دیگه داشته که چقدر من دوستش داشتم، به خاطر این خریدم این ستایی. و اینم سومیه. بچه ما ادامه ویدیو رو با آقا دنیل ادامه میدیم. خب ما بذار اینجا از اینجا شروع کنیم. خب اینا رو که نشون دادیم بچه من یکی از همین لباس هم تنش کردم، همین کنون بهتون نشون دادم، گفتم ببینیش که چقدر خوبه. مامان همه انداختی، خب چجوری نشونشون بدیم؟ افتادم. خب
بچه این دوباره از برند نکسه. من اینا رو عاشقشم، خیلی دوستشون دارم. برای بیرون گرفتم اینا رو براش. آستین کوتاه، پاهاشم که کوتاهه. میخوای بریم مامان؟ خبیش. آره پاهاشم که کوتاهه اینجوری. بالاش هم دکمه داره دوتا، قشنگ باز میشه. خیلی جنسش خیلی خوبه، خیلی جنس بسیار خوبی داره. بعد جزئیاتشون رو ببینید چقدر قشنگ برای آستیناش طراحی شده. خیلی جزئیات خوبی داره کلا نکس. آره این سه تا ازش بود. یکی اینه، یکی اینه، این طرحشه، یکی دیگه‌ش هم طرحش رو باز کردم. محمد میشه اون یکی دیگه‌ش رو بدیم اینجا اون ساکه چند یکیشو باز کردم، میخواستم ببرم که باهاش عکس بگیرم ازش، به خاطر این مرسی. و این چقدر گوگله خیلی خوبه. آره خودشم نگاه میکنم اینو. آره میخوام ببرم باهاش عکس بگیرم ازش، خاطر این درش آوردم. خب بذاری اول نکس رو کامل بهتون نشون بدم. بعد 3 تا شلوار ازش گرفتم از نکس بچه‌ها برای بیرون. به نظرم باید یه سری شلوارای اینجوری هم داشته باشه، نمیشه همش سرهمی باشه. خب چون یه موقع میخوایم با یه تیشرتی با یه چیزی ستش کنیم، به نظرم اینا خیلی خوبه. این 3 تا، یکی آبی آسمانیه، یکی آبی که یکم پررنگ‌تره و یکی دیگه هم حالت سرمه‌ایه. حالا یه خطوطی هم روش داره، امیدوارم که بتونیم ببینیمش. آره این ست ستایی اینها. مامان نرفتی از مو میخوای بشینی؟ بیا بشین. خب و یه چیز دیگه که گرفتم از نکس خیلی دوستش داشتم، این لباس شما نیست، این کفش است. یعنی به اندازه کل خریداش این کفش رو دوست دارم. اینقدر رنگش خوبه، جزئیات زیرش رو فقط این توش چیز گذاشتم روزنامه گذاشتم که فرمش خوب بایسته تا موقعی که میگید ایران خراب نشه. ولی یه رنگیه که بچه مثلا به لباس آبی، سبز، کرم و همه چی به نظرم میاد. یه کفش دیگه هم براش گرفتم که اون اصلا بازش نکردم هنوز، میخوام با شما بازش کنم. اینم از کفشش. دیگه از نکس فکر کنم چیزی اینجا نیستش. خب میریم سراغ H&M. H&M بچه من چندین تا مدل آستین کوتاه براش گرفتم. این چی بود؟ نمیدونم بازش بکنم. من همین رو آنلاین این دفعه بچه سفارش دادم. سری قبل میرفتم خودم میگرفتم اینا، ولی این سری همه رو آنلاین گرفتم. فعلا که تا اینجاش خوب بوده. خب اوکی راضی هم بودم، یعنی عین تصویرش بود و همه چی خیلی خوب بود. به نظرم کلن برای لباس بچه چون یه سایز مشخصی داره، مثلا شما میگین سایزش الان 3 تا 6 تومن، خب قشنگ میتونین آنلاین بخرید. مثل سایزا خودمون نیست، یه موقع کوچیک بزرگ داشته باشین، اینا مال اینا خیلی مشخص داره. اول اینو براش گرفتم، خوشگله، دوستش دارم. با هر شلواری میتونین بهش بپوشونین، خیلی هم جنسش لطیفه. بالاش هم باز 2 تا دکمه داره. اینایی که بچه‌ها پایینش حالت دکمه دیگه نداره، اینا رو بیشتر گرفتم برای مهمونی و اینا، چون ایران به هر حال ما میگیم ممکن خیلی دید و باز دید داشته باشیم، به خاطر همین اینا خیلی برای مهمونی خوب. بعدی یه رنگ نارنجی براش گرفتم، یعنی در خریدهای آنلاین باباشه. این نارنجی است که اینم به نظر خیلی رنگش متفاوته، فکرم خیلی بهش بیاد. اینم از اینجا من همه سایزها رو 74 6 تا 9 سال 6 تا 9 ماه گرفتم. فقط یه چیزی که راجع به H&M بچه‌ها بهتون میگم، یه مقدار سایزهای H&M مثلا از نکس از جایی که من خرید کردم یکم بزرگتره. خب یعنی اینو حواستون باشه.
یه موقع اگه مثلا یه سایز کوچیک‌تری هنوز اندازشه میتونین بخرین. خب اونجوری نیست خیلی سریع براش کوچیک بشه. چی شده مامان؟ میخوای شما بیاری؟ بیا و این سومی هم خیلی دوستش دارم، اصلا گفتم شاید برای عکاسینا ببرمش. یه آبی آسمانی خیلی خوشگلی داره. وایسا ببینیم مامان این چیه؟ این وایسی نگاش کنی؟ این وایسا این قایق رو نگاه. این قایقه و این طرح سادهه به نظرم خیلی خوشگله، با یه شلوار جین یا با یه شلوار کوتاه جین، یه دونه شلوار حالت سرهمی کوتاه داره اینجاست بهتون نشونم، با اونم خیلی خوشگل میشه. این از آستین کوتاه ها. این دوتا یادم نیست چه بذارش کنم آستین بلند برش خرید. تو سفر دوباره چرا آستین کوتاه خرید؟ آستین بلند دوتا گرفتم براش، نداشت دیگه این سایز، چون اونجا تابستونه، ولی خب من گفتم بذار دوتا داشته باشه، شاید یه موقع آدم جایی بره هوای کم سردتر باشه. اینا که بچه چخیلی دیگه استفاده میشن، قطعا خودتونم میدونید. این بالاش دکمه داره، پایینش هم که دکمه داره، بسیار پرکاربردن، هم چه آستین کوتاهش چه آستین بلندش. دو تا رنگ من روتینش رو خریدم که بتونه با همه چی بپوشه. و اینجا چی داریم؟ من چند تا رکابیا هست دارم، بذار ببینم. چند تا رکابی نخریده بودیم براش؟ کجا؟ اینا آستین کوتاه هم. خب این سه تا که آستین کوتاه اینو خریده بودم، سه تا آستین کوتاه هم براش گرفتم. اینا برای تو خونه بچه ها گرفتم، اونایی که مثلا من نکس بود اول بهتون نشون دادم اونا خیلی طرحدار بود و اینا بیشتر برای زندگی، ولی اینا حالت آستین کوتاه ببینید، سه تا رنگ مختلفش. H&M خیلی از طرحهاش اینجوریه که وایسا بشین توی دسته دیگه اینجوریه که بچه‌ها مامان وایسا نشون بدم وای نمیسته کدومشون خالیه. اینجوریه که دکمه هاش از بغل میخوره، مثلا موقعی که تازه دنیا به دنیا بود تو سفیدش مشخص تره. ببینید دکمه هاش اینجوری از بغل میخوره، توش هم دکمه داره. خیلی این طرحهای اینجوری رو داره. اینا خیلی خوبن، خیلی هم چه از سر میتونه بره داخل لباس، هم از بغل دکمه داره. حالا هر کدوم که خودتون راحت ترین. من با هر دوش اوکی بودم و به نظرم هیچ مشکلی نبود. خب و یه سری هم شلوارک برای این آستین کوتاه گرفتم. ببینید سه تا آستین کوتاه گرفتم که تو خونه بپوشه و دیگه همینا بیشترش لباسای بیرونه. این سه تا شلوارک ها رو گرفتم، 6 تا شلوارک گرفتم که خیلی راحت و ساده است، میتونه راحت با همه اینا بپوشه، رنگ‌های مختلفی هم داره. حالا یه سری هم رکابی گرفتم، رکابی و آستین کوتاه که با این شلوارک ها کلاً برای تو خونه بپوشه. آره این 4 تا، 2 تاش هم اینجا رنگ‌های مختلفی داره که کلاً اینا خوبن. اینا 4 تایی بود، 4 تاش اینا بچه، این برای تو خونه. اوکی؟ حالا ما وایسا
آره درسته. اینم بچه‌ها 2 تا از برند H&M شلوارک‌های بیرونیه. ببینید جنسش اصلا با این فرق می‌کنه. این 4 تایی بود. مثلا که آبی اینو با آبی مقایسه کنید، این یه بافتی ریزی توش داره که یکی خیلی ساده است. خب قیمتاشون هم با هم خیلی فرق می‌کنه. این میتونه با هر چیزی بیرون بپوشه. مثلا با همین تیشرتی که بهتون نشون دادم میتونه با سرمه این با رنگ تیرش بپوشه، میتونه حتی با نارنجی با اینا خیلی خوب میشه. به نظرم میتونه با همه اینا، حتی با آبی آسمانی، با هر کدوم از اینا میتونه این شلوارک ها رو ست کنه. این شلوارک ها راحت بود، من گفتم برای بیرونم خوب. خب و میرسیم به این بسته. من اینا رو سفارش کنم که اومد این انقدر طول کشید، بعد وسط هم یه سری چیزایی که خریدیم اصلا آدم یادش میره که چی خریدیم. اگه نه ماما. خب وای خوشگله اومدن، خیلی باحاله. اول از همه یه سری سرهمی آستین بلند خریدم. اینو اولین چیزی که فکر کنم توی چنل رفتم سفارشم این سرهمی های بسته‌ایش رو بچه ها بخرید. سرهمی های ستاریه موشه. ببینید اینطوریه. من عاشق این تیپ هاشم. نگاه کنید وقتی 2 تا از 2 طرف دکمه داره خیلی راحته برای تعویض پوشک. دیگه لازم نیست کل لباس رو در بیاری. چقدر درازه. محمد نگاه سایز 76 خیلی و سایز H&M یه ذره از حد نرمال یکم بزرگتره. البته اینا 6 تا 9 ماه هست. خب دنیل الان 6 ماه خورده میشه. خب قطعا تا 9 ماه این باید اندازش بشه دیگه، به خاطر همین اینا اینجوری بزرگتر. اینا خیلی راحتن، جنس خیلی لطیفی دارن و خیلی برای خواب خیلی خوبن، برای تو خونه عالی هم. این لباس بیرونیشه بهتون. این رکابیاس حلقه‌ایاس که گرفتم با همین شلوارک ها تو خونه بپوشم. شما بررسیتون کردی لباس ها رو؟ آره؟ خب وای چقدر این بامزه. خیلی خوبه. یکیش سفیده، یکیش کرمه. این عکس فرستا رو میبینی؟ خیلی بامزه. دوباره سبز و یه دونم سفید داره. اینم من خیلی دوستش دارم. یه دونه سرهمیه. این چقدر نازوکه، فکر کنم یه زخمی. خیلی خوبه. چقدر بامزه. مشکل نیست. این سرهمیه خیلی هم نازوکه. من فکر کنم این زخمی نتونه الان بپوشه. این بچه ها دیگه خودتون میدونید فوق‌العاده است. این با تمام این آستین کوتاهایی که پایینش دکمه داره، خب با تمام آستین بلنده که پایینش دکمه داره خیلی خوب میشه. خیلی با تیشرت ها خوب نمیشه، چون من 1-2 بار تن دنگل کردم تیشرت میاد بالا و هم ریخته میشه جلوی سینه‌شو. ولی وقتی اینه که دکمه داره قشنگ دکمه‌شو میبرید. خیلی خوبه. اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر خوب باشه. خواستم نخرم. بعد آخرین لحظه انتخابش کردم. یه چیز دیگه هم براش گرفتم. فکر کنم ببینم سایز اینو فکر کنم. آره سایز اینو ببینم 2 تا دیگه هم براش خریدم. سایز اینو بزرگتر براش داشتم. این بچه‌ها یه سویشرته. ببین چقدر نایسه. اوه نیفتی ماما. با شلوارش یه دونه هودیه با شلوارش. اینم خیلی دوستش داشتم، ولی من سایزشو بزرگتری رو برداشتم بچه‌شون. الان که قطعا به دردش نمیخورد، برای پاییز و زمستون برش داشتم.
خب بذاریم ببینم دیگه چی بهتون نشون بدم. این از خریدا بود. من یه چند روز قبل‌ترشم رفته بودم خودم خرید. اینو بهتون نشون بدم. اینو باز کنم چند قبل‌تر خودم رفتم خرید. یه سری هم همینجوری خرید کردم که آنلاین هم. اونا هم بهتون نشون بدم. آخه اینم یه دونه تیشرت و شلوارک، اینم برای بیرون خریدم برای خدا چه قنیماتی. خب از خریدایی که رفتم خانگی انجام دادم و یه دونه شلوار رو براش گرفتم. اون موقع متاسفانه این آنلاین ها هنوز سفارش ندادم، نمیدونستم بیشتر تم آبی داره. بعد میخوام یعنی آبی انتخاب کنم. اینو خریده بودم سبز. یه دونه پیرن مردونه رو براش خریدم. همینجور گفتم حالا داشته باشه یه دونه. بعد این تیشرت های پولو رو براش خریدم. خیلی دوستشون دارم. دنیلم چندین بار اینا رو پوشیده. بچه خیلی خوبه. خیلی به دنیل که خیلی می اومد و این یقه‌ش هم اصلا اذیتش اونجوری نمی‌کنه. برای بیرون خیلی خوبه چون خیلی لطیفه. اینم یه مدل دیگه‌شه. خب یه دونه بهتون گفتم که حالت سرهمی جینه که سرهمی جینه اینه. اینم خیلی تو تنش خوشگله بچه. اگر این سرهمی رو جایی دیدیم بخریم. کلا خیلی خوش فرمه. این مال H&M نیستش. این مال یه مارک دیگه است. این توش نوشته توپومینی ولی مارکش مال فامیلیه. اونم خیلی مارک خوبیه که من اینو از اونجا برش گرفتم. این مارک هیچی. اینم یه لباس مهمونی ماننده که برای عکاسی و اینا خیلی خوبه. باز مال H&M. و دیگه در نهایت یه دونه این سرهمیه بچه ها. یه سرهمی سبزه که مال H&M. خیلی سرهمی خوشگلیه که زیرش خودش یه دونه بلوز آبی داشت، چیز سبز و خطای سبز و خودش هم سفیده. اینم با زیرش خیلی خوب میشه. این از این. کلا سرهمی ها خیلی خوبن. این سرهمی ها، این جینه، خب اون آبی نازکه مثلا خیلی راحته. اینا کلا خیلی خوبن چون با خیلی از چیزا میتونید تنش بکنید و بپوشه. خب و اینکه دیگه نکته دیگه بخوام بهتون بگم که راجع به این سرهمیان که برای خونه خیلی خوب بود، خیلی راحت و لطیفه. در کل این بود از خریدای ما. مونده یه دونه کفش که نشون ندادیم. من کلا خیلی کفش دوست دارم. حالا درسته دنیل راه نمیره ولی من همیشه دوستم برای مهمونی یا برای یه جایی که یکم دوست داری مثلا لباس خوشگلی پوشیده و تیپ بزن و اینا خیلی خوبه. این تابستونیه. مزه است. اینم امیدوارم ازش باشه کفشه. اینم تابستونی میشه. این چجوری؟ باید چسبا رو باز میکنیم و بگم اینو بردارم بزنیم چه شکلی میشه. خودش هم چه بوده اینجوری شد. وای قشنگه دنیه. خیلی به لباسات میاد. این بود از خریدای ما بچه. امیدوارم که دوستش داشته باشین این ویدیو رو. لایکش کنین، برامون کامنت بذارین و سابسکرایبمون کنین. کلی از ویدیوهای جدیدی که من از تجربیاتم با دنیل و اتفاقاتی که برامون میفته سعی میکنم براتون ویدیو درست بکنم و اینجا بذارم. توی ویدیو بعد میبینمتون. خداحافظ. بای بای. نه تش خوده.